خب اینم از نور پردازیمون تا دقایقی پیش برای دوربینمون بود. الان از پای دوربین استفاده بهینه کردیم. به حالا اونو می‌بینی چیکار میکنم برات؟ روشو میکنم به سمت تخت کار. اصلا میخوای تخت کار تو حالا بیارم روبرومون بذارم؟ خیلی تغییرات دادیم اینجا براتون. نگاه اینو آوردیم این سمت و اینم مهتابیش کردیم نورشو، یعنی یه خورده تیز بود نورشو، کاورشو کشیدیم سرش. خب الان قراره بریم برای یه شام خوشمزه. به به چیکار میکنی شف؟ پیاز. به به یک عدد پیاز. بعد بچه ها وقتی میایین تو طبیعت نگید مثلا پوست پیاز جذب میشه فلان، نه جوجو میاره اینجا سطل آشغال بذارید. آره راست میگه. جوجو که منظورش چیزه پشه و مورچه و فلان. بچه ها اینجا رو نگاه کنید. وای برنج. این چیه؟ با اجازهتون فضولی کنیم. رب. خب حالا بعداً تو نور. خب منم کم کم به نظرت برم تو کار چایمون. آره چایمون رو ردیف کن. به این من داده فضولی میکنیم با بچه ها. میخوام براتون بلال بزنم. بلال شیر. اونم بساط بنده است. اونم روشویمونه. وای به به درود خدا به شرفت. ما اینجا یه دونه شما بودیم که چه میکنه این بازی کن. چه غذایی بده تو همینم. اگه البته تو تفت نمیدی ولی تو اینم میتونی. تو این من این لحظه فکر کردم چون یه دونه هم از این بشقاب فلزیا. آفرین اینا آوردیم. به من میگم خواستم برات دوغ بیارم. یادم رفت نوشیدنی بیارم ولی آب داریم. خوبه. تو دلسترم با هم می‌آوردیم. بیرون غذا می‌خوری دیگه خیلی برات مهم نباشه پیازا همه یه اندازه بشه. نه بابا فدا سرت. همون درسته هم انداختی. مهم مزه غذاست. مهم اون غذایی که با عشق پخته میشه. شاید باورتون نشه ما وقتی اومدیم انقدر حرف زدیم وقت نکردیم موزیک بذاریم. آره باند آوردم فلان. حالا میارم الان میرم اونو هم تو ماشین میارم. ولی جذاب‌تر از همه اینه که هوا ما هنوز تیشرت تنمونه. هوا هنوز خوبه. قسمت همه چی دست به دست داده. ولی حالا الان خوبه که یه درجه خنک‌تر از تایمی که اومدیم. کم کم هی بریم جلوتر که سرتر میشه. الان ساعت 6 و 20 دقیقه است بچه‌ها. ساعت 6 و 20 دقیقه است. سالادم الان زوده درست کنم. نه سالاد یکم دیگه. وای به نگینی درشت. فقط چون تو جذابتر از همه فضای باز چشم دیگه نمیسوزونه اساتید. اینا چیه؟ این چایی مونه. این چاییه با گل و بهار و هل. به این که اسفنده. این تو مویز داریم. اینم آجیله. آره اینم آجیله. الان همه رو میچینم رو میز. خب دیگه باید بریم برای زغال که دیگه. من اینا رو بچینم اینجا برم. منم بچه بساط این رو نگاه کنی. میوه و کوکی و شکلات تخمه همه چی. عالی. از پشت همایون و مبارک من داری میگیری. مبارک. آره. اول سال این کارشو بکنه. دستشون رو بچه ها نیدن. باید بهینه ازش استفاده کرد. خب دستم هم وقت خوش بود. ما آپشنالیم هاجی. سطل آشغال. آفرین. این چیه؟ چی رفت بیاره؟ یهو غیب. این چیه؟ کنده است؟ آره. بابا یزید چطور کنده رفتی بلند کردی؟ مردان آهنینی؟ وقتی میگم که کیش یه چیزایی نشونه میده که خیلی ساده این از کجا پرام واقعا از اون جایزه است. عجیبیه. این جایزه است. رفتم دنبال چوب گفتم خدا یه چوب خوشگل به من نشون بده.
ببین چی بهم یه لحظه تو نور، من نورم کافی نیست. گوشه توی من. آها برید. یا ابوالفضل کنده نیست که کنده است. فوی نور بنده. ببین چه چوبی بهم هدیه داد. هم یکی دیگر رو راه انداخته، قشنگ آتیش بهش داده، کارش راه افتاده، هم الان به ما رسیده. ببین برکت که میگن، چوبه برکت کرده. میتونی بذاری بالا. یه ذره اینجا نزدیک سینیه ترش رو بذاری. کردم. اون سپایه رو بذاری اینجا. این کجا بذارم؟ آخه 3 پایه ها رو الان تو اون کنده ها رو که گذاشتی، کنده که الان از این دیگه زغالش شد. خب نه این سپایه رو بذار اینجا، کتری رو بذار اونجا. آها آفرین. اصلا نسوزی نه دختر. این کتری. نه باید جاشو بزنی بره رو زمین. رفته بود دیگه. نه از نظر اینجا به طرف این میخوام یه ذره شیبه به اونور داره، ولی در نهایت چون سنگین هم نیست. بعد حیف نیست همچین آتیشی باشه بریم پیکنیکی ساحلی بخریم. بچه دیدین مهندسه اینجا این کاربرد دومش که میبینید مثل زیر اجاقی میگن، اجاق گاز میگن یا همچین اجاق دیگه، اجاق این سیستمی. چای گذاشتیم ولی هم کنده جایزه‌ای که طبیعت بهمون داد. ببین خداوکیلی چه دایره نابی درست کردن، جای همه چی هست. به به واقعا به به. بالای کارم ببینید شف عزیزمون مبحث غذا. روغنمون میریزیم. روغنمون هم حاضره. به 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 به. خانم چه میزه کار خفنی داری شما. خیلی ممنون. اصلا ستاره ها رو ماه کجاست آقا؟ ستاره ها رو بذار. آره ماه کو. من الان کار غذامون تمام شه، الان میریم یه ذره ستاره بازی میکنیم ببینیم کی چیه کی چی نیست، کی کجاست. استانبولی با سیب زمینی خیلی خوشمزه است. جذابی داره اون بر. برای اینکه روغ میزنیم ولی خوشمزه تر شه. چه تجهیزات حرفه‌ای. گوجه میزنیم. بچه پیکنیک 2 بخش داره. یه بخشیش حالا با جمع حال میده ولی یه بخشیش هم 2 نفره. خدای یک سری تفریحات به نظر من اگه اهلش باشه طرف، خیلی ها دوست ندارن. ما خیلی جمع 2 نفره بودن ولی متاسفانه دوستامون خیلی درگیرن. آره این مسئله رو که داریم خب، ولی بازم خدا رو شکر که ما از این آدما نیستیم که چون مثلا کسی نیست نریم از تفریحمون بزنیم، از گشت و گذارمون بزنیم. یعنی لذت میبریم از 2 نفره بودن، یعنی واقعا. البته این همفازی هم خیلی خوبه، اینا که آدم همفاز نباشه که اصلا نمیتونه اصلا رفت آمدی داشته باشه، زندگی درستی داشته باشه، بعد توی آدم توی روی فاز باشه همه جوره. ولی ما هم دقیقاً دوستامون خب درگیری زیاد دارن، بخشی از دوستامون تهرانن و اینکه بخشی از دوستامون هم که تو جزیرن. آره کار و گرفتاری زیاد دارن. بعد ما یه خورده لاتیم، اونا یه خورده پاستوریزن، اونا زود میخوابن ما دیر میخوابیم و اینکه یه ذره زمان بندیمون
با هم جور نیست، ولی خب اکثرا با همیم ما. ولی خب ما یه وقتی هم که اینجوریم، خب 2 نفر، من می‌خواستم بگم اون معلومه هم اینو داشتم میگفتم، بحث این نیست که مثلا چی به چه اون رفیقه، بحث اینه که چقدر خوبه که آدم‌ها بتونن چه انفرادی، خب حالا انفرادی بله قابل قبول، سخته خورده شاید واسه خیلی حال میکنم، خیلی حال میکنم، ولی اینکه آدم 2 نفره بره کیف کنه، حتما نباید کسی باشه که تو مجبور شی بری بیرون. حالا چون اکیپ نیست آدم نباید از این، ببین چقدر داره صفا میده بابا. یه چیزی بگم ولی جون من یه تقریبا 1 سال حالا آرتا میره 6 صبح بیدار میشدم. آره بابا من خودم هم یه جای همراهیت میکردم. نه قبل از که تو بیای کیش. در همین حد بساط برمی داشتم با همون مایتابه که قراره یه روز صبحونه توش بخوریم، تنها میرفتم ساحل، پیاده روی، ورزش، بعد برای خودم املت درست میکردم. اوه چقدرم بچه‌ها نگم چقدر خوشمزه بود. خیلی ببین املتاش مزه بهشت میده با نون سنگک تازه یا نون بربری تازه، بستگی به حالا مسیر و نونوایی داشت که کی بازه کی نونش تمام نشده کی نونش هست. ولی چه املتایی، چه بعد میایم با بچه‌ها دیگه و بچه‌ها میایم یه روز صبح میایم هوام بکره وای پیازا و بیا. نه عاشق چیزم سالاد شیرازی هم با استانبولی. وای اصلا کی عاشقش نیست واقعا یکی از حاجی. خوبم داری نگینی میزنی یا تو این شرایط شکسته بندی داری میکنی؟ من با این چاقوی خود گل و گیاه اینجا بریدم. آها همون کندش کردی. اون یکی چاقو تو چرا نبردی؟ اونو چون دستمو دیروز باهاش بریدم فعلا. نه اون یکی جنگ چاقو مخصوص کمپایناس پیچ گوشتی داره فلان داره مثل زامن داره. حالا هی میخوام بگم نگم زامن داره. قرمز حتما توی زمستون ازش زیاد استفاده کنیم. کلا میوه‌ای که رنگونه قرمز دارن استاد طب خوراکی و طب گیاهی، حتی پختش حتی خامش. ولی من کلا عاشق آشپزیم. خب حالا تو میدونی. بله ولی آشپزی تو طبیعت یه لذتی داره که واقعا تو بهترین آشپزخونه‌های دنیا هم تو نمیتونی با بهترین امکانات این لذت رو ببری و واقعا هم خوشمزه تره. نه هم بزن. من جای شفو بگیرم. بوی خیاره تا اینجا اومد. وای الان اصلا بچه ها جذاب تر از این. نمور هنوز سفیده به طلایی نزده. باید هی همه ساعت که تش سوخته نشه. اینجا رو اینا هم قراره بره اون تو. زیرش کم کن بیا قشنگ بود عزیزم. کم شو. این بستگی به مودش داره. زیرش کم کن بیا. نمیدونم دکمهش کجاست. کلن صدا میزنه. صدا گاو و گوسفند میده. آره جیلینگ جیلینگ میاد واسه اون چیز هنگره است. ما کلن سال هاست که سس اصلا استفاده نمی کنیم. به جای سس فقط لیمو ترش و روغن زیتون و نمک. ببین بهشتی ترین ترکیب و سس جهانه. با هر چیزی هم جذابه. به سالاد خوب میشه. آره یه وقتی هم مثلا حالا میخوایم مزه های مختلف تر بهش بدیم رو بناری میزنیم و این کاره اینجوری باحال. حالا من امروز آقا قبول دارین؟ شما هم جواب بدین نظر بدین. قبول داری جذاب ترین و متنوع ترین و خوشمزه ترین و غذاهای ایرانی؟ آفرین درود خدا به شرفت. دقیقاً همین
واقعا مال ایرانه آقا. تنوعی که غذاهای ما داره، خوراکی های ما داره، فکر نکنم مثلا. ما 2 تا دوست داریم، اریک و اگنس، که تو ولاگ‌های نجوا فکر کنم بچه‌ها دیده باشن. اگه بزرگترین استاد اسکای دایوینگ، جزء برتریناست، فکر کنم جزء 5 تای برتر جهانه. آره. بعد که مربی تام کروز، بله جزء 5 تای برتر جهانه. این الان کیشه. شب کریسمس اومدن پیش ما سال نو، من براشون قیمه پختم، بعد با دلمه. یعنی باید ریاکشن اینا رو نسبت به ببین یه جوری، بذار من دوربینو بچم، اینا یه جوری عاشق غذاهای ایرانی شدن و تا حالا قیمه نخورده بودن. همش اریک میگه قرمه سبزی، قرمه سبزی خورده بوده خوشش اومده بوده. اونم چه قرمه سبزی؟ قرمه سبزی رستورانی نه خونگی. بهش مثلا گفتیم ببین مثلا قرمه سبزی جزو غذای خفن ایرانیه، خب قیمه رو بخور، این قیمه نمیدونی چیه. بعد براش درست کردیم و خورد. یعنی عاشق قرمه سبزی بود تا اون تایم، اونم میگم رستورانی. یعنی این قیمه رو که خورد قشنگ احساس کردم روحش پرواز کرد و واقعا عاشق شده بود. شکمش باد کرد. دلمه ببین یه جوری باد کرد، بهش بیژامه دادیم پوشید. واقعا هم آخه خوشمزه است غذاهای ما. میخوام اینو بهت بگم که یه جاهایی یه سری کشورهای خیلی خاصیش از ذائقه‌ای نپسندن، وگرنه هیچ جای دنیا نیست فکر کنم غذاهای ما به مزاجش خوش نیاد. اونم لذیذ بعد ته عشق. یعنی خدا وکیلی چقدر نورم داغونه. آها این خوبه. آره این عالیه. خدا وکیلی غذاهای ما جذاب‌ترین غذاهای جهانه و همیشه هم تو رنگ برترینای ما توی دنیا. الان کباب کوبیدمون فکر کنم جزو 100 تای برتر جهانه، جزو رنگ 100 تا غذای برتر جهان اگه اشتباه نکنم. میگیم برای وای یکی از لذت‌های آشپزی تو طبیعت اینه که همینجوری بریز اما راحت. آره دیگه بابا. وای بگو چی شد؟ چی؟ لیمو رفت بریدگی دستم. وای سوختم تا ناکجام سوخت یزید. سوختم چه آتشی عذاب تو دارد. این لیمو یکی که تو چشم میره دردناکه، یکی که تو زخمه همیشه دستام پوست خشکه همیشه میسوزم با لیمو. وای سعی خوش کن دستتو. سالادمون فوت کن. پیازم من دیدی ول دل نمیکنه از این خواهر سیسی غذا نسوزه. نه دیگه شد واقعا تازه دیگه آماده است. خدای آماده است. ببین گازی که الهی باشه یعنی مال طبیعت باشه شاید غذا تو فکر نکنم. ما تو این مرحله بگو چی اضافه می‌کنیم؟ به نشونشون دادم. ما یه ذره وایس زمینی وای وای گوجه. وای بذار من این زاویه اینورم بیام. آخ خونه این گوجه ها رو تو میکسر سوختی. آره آخه چیز میکنیم له میکنیم ولی دیگه میگم طبیعت. نه عزیز اصلا ببین مزه که این میده دیگه هیچ وقت این مزه رو تو دوباره باید برگردی. البته که بچه من ادویه هامو چون خیلی ادویه بازم با مزه خونه قاطی کردم چون نمیتونستم 10 تا ظرفای لیلیپوتی. آخ اینو آها تو نور رو بیا به. ولی این موردم آقا شما قبول داری؟ بچه شما هم نظر بدین. من هر سوالی که میکنم شما هم نظرتون بگین چون الان قابلیت پاسخگویی لایو ندارید. باید نظراتتون رو کامنت حتما بگید. قبول دارید که اینم جزء مباحثیه که کل دنیا درگیرش هستن. درگیر که دیگه ثبت شده که واقعی همینه. ببین الان ما امشب این بساطو چیدیم اومدیم اینجا یه چیل باحالی کردیم و قشنگ بساطو میشینیم غذا و قهوه و تمام اتفاقاتی که امروز افتاده. اگه فردا همین موقع همین زمان همین تایم یه شکل دیگه از همه چی دیگه مثل امشب نمیشه. درسته؟ اینو تو قبول داری؟ ببین همین غذا رو وای البته که مال تو همیشه مزه و طعمش همین خواهد بود ولی اتفاقات لحظه شاید مثلا فردا موج دریا این شکلی نباشه. آقا مثلا الان امشب ماه نیست ولی دیشب ماه بود. منظورم اینه. یا غذا شاید مزهش با امشب فرق بکنه. نمیدونم این بحثیه که همیشه اینو میگن. غذاها تکرار نشدنیه. باز برمیگرده به اون حرفی که داشتیم میزدیم موقع غروب بود
که آدم باید لحظهش واقعا نهایت لذت رو ببره. خوش میگذره، همه روزا قشنگ. آره اون که 100%. منظورم اینه که آقا مثلا شاید این شب، مثلا شاید فردا، ببین هیچ وقت هیچی عین هم که نیستش. یعنی هیچی شاید این لحظه الان نبود، فردا شاید این لحظه نباشه. دیشب مثلا مثل امشب نیست، هر شب مثل هر اون شب. یعنی شهرها شب پرم میدونه سن خونه. شبی که میگن شب نیست، امشب مثل دیشب نیست. نه امشب مثل دیشب نیست، دیشب مثل امشب نیست، هر شب مثل اون شب نیست. بادزنگمون رو نیوردن. ببین البته که امشب بادم خوب نداریم، ولی من میخوام یه فکر کنم ببین یه چیه عیبی، من الان عیبو پیدا میکنم. این رزولوشن باید 2 پرده، من فریکه دیدی باید 2 پرده واضح تر بشه. الان عیبیابی میکنم براتون. وای به مرحله رو به بچه‌ها فکر کنم زیاد شد. این احساس نمی‌کنی؟ روبه نه زیاد چیه خوبه. هی بابا مراقب باش، زیاد سعی کن این ور و برش نکنی، چون به مرور که اون زیر چوبه داره میسوزه نرم میشه، پوک میشه. خب ادویه‌مونم من یه حسی دارم، خب حسی لکی لنز دارم. صبر کن یه لحظه، من یه نور وای این تو رو ببین. رو بوده اینو به اضافه شد زلان و به خدا بفنون نداریم. درود خدا به شرفه. به کنج اینور که دید نداری رو بری منه متریال اونم یه حرارتی داره. ولش کن فضا سره. این فاصله پاهم داغ سوختن. آره یه ذره بیا عقب‌تر. برنجم رو اضافه کنم. برنجم اضافه کنیم، بعدم آب کتری که جوش اومده فکر کنم دیگه. من اصلا نمیدونم چقدر پختم، چیکار دارم میکنم. بذارم یه چکی بکنم. نمیدونم جوشه یا نه، ولی اب نداره گرم که هست. خوبه فعلا. یه چک کنم. ولی هنوز فکر نکنم جوش اومده باشه. اب نداره، از آب سرد بهتر. زغاله رو جاش عوض کردم. فکر کنم میزان آبش کافی باشه. آره به نظرم کافیه دیگه، درشو بذار، چون این الان باید دمیه دیگه، نمورم شفته شه و وای چه شود. اونجا که علاقه شدید و حادی به شفته بودن برنج دارم، من باب میلمه. ولی قهوه داریم. آره پچی دمتون گرم که همراه ما بودین. امیدوارم که لذت برده باشیم، به شما هم خوش گذشته باشه دیگه. ببخشید نورم کمی خاموش شد. بعد پاور آورده بودم ولی پاورم نو بود، ولی سوکتش هم 30 بود، ولی اصلا نمیدونم چرا شارژ نکرد گوشی و لاکار موندیم واقعیت. و اینکه حالا دیگه ان شاءالله سری بعد با شارژر تبدیل خوب میایم.
امیدوارم که لذت برده باشین شما هم، به ما که خیلی خوش گذشت. امیدوارم که شما هم بهتون خوش گذشته باشه. سعی میکنیم این کارو زیاد بکنیم تا هوا خوبه دیگه. دمتون گرم که همراه ما بودین. ارادت زیاد. بعد از 11 ساعت میریم خونه. آخ آره بچه ها حساب کنیم الان ساعت دقیقا 12:15 شبه و اینکه دیگه ما هم بعد 10 ساعت حساب 10 ساعت ما ساحل بودیم. فوق العاده بود، یعنی انقدر خوشگل و قشنگ و خوب گذشت که اصلا نفهمیدیم 10 ساعت ما بیرونیم. خیلی حال داد، جاتون خیلی خالی بود. بازم میایم سعی میکنیم این سری زودتر بیایم، صبحتر بیایم، واقعا بشینیم این سری صبحونه بخوریم و میام وعده و خدا نگهدار. آره تا اگرم جون داشتیم که واقعا حال میده بیا شاید موندیم تا شب. اینم حال میده، صبح هم کیف میده. آره حاجی دمتون گرم، دوستتون داریم زیاد. ارادت. خداحافظ.